بیماری به نام بلاگری که شوربختانه امروز مثل اختاپوس بر فضای مجازی ایران رخنه کرده و ثمره اون آسیب‌هایی که در آینده به جامعه و خانواده‌های ایرانی و به کشور ایران وارد خواهد کرد. 1 2 3 از این به بعد خونه حرف منه. بگو چشم. مامان هزینه‌های نگهداریت خیلی زیاد شده. تصمیم گرفتم ببرمت بذارمت خونه سالمندان. آفرین پسر خوب. امیر حسین. بله. درست با خورشید انگوشی تو میکنی تو دهنت. بابا پاشو لباس پوش بیچاره شدی. پاشو لباس پوش بیچاره شدی. پاشو. بودو